اگر عمر وفایش میکرد رفیده اینایتова امروز 8 ساله میشد، ولی رفیده اینایتова نیمه دوم روز 4 ایول از نزد خونش در شارک نواباد ناحیه رودکی گم شده و پاره‌های ریزه ریزه جسد او را روز بعد پیدا کردند. با اتهام قتل این کودک همسایه 30 ساله آنها با نام رحمت الله را دستگیر کردند. سیده اینایتова عمه کودک نوشت همسایه آنها رحمت الله که رفیده با کودکانش دوگانه بود و همراه بازی میکرد، روز 4 ایول رفیده از گپ و کار این دنیا بیخبر را با روی فریب به منزل خود برده به ناموزش دست درازی کرده است و سپس او را کشته جسدش را ریزه ریزه کرده است و در چند خلطه علیحده تقسیم کرده در حاجتخانه پرتافته است. سیده اینایتова نوشت که در تازه کردن این جنایت وحشیانه به رحمت الله مادرش کمک کرده است و او از جمله اسهای خون را در فرش درآمدگاه بنا و داخل خانهاش تازه شسته، سپس نزدیکان رفیده و نمایندگان مقامات را به خانهاش دعوت کرده نشان داده است که رفیده اینجا نیست و این در حال بود است که به نوشته سیده اینایتова پاره‌های جسد رفیده در درون خلطه ها هنوز در خانه پنهان کرده شده بود. به نوشته سیده اینایتова وقتی پاره‌های جسد رفیده را یافتند، مادر رحمت الله باز مادر غمزده کودک را عیبدار کرده است که گویا عیب خود مادر رفیده شده است چون که دخترش را به نظارت گذاشته است. گلسین اینایتова بیبی رفیده گفت رفیده و رمیسه دوگانک به دنیا آمده بودند و از بس که دوگانک ها به یکدیگر نزدیکی ویژه خونی دارند، بیشتر از همه برای مرگ رفیده رمیسه عذاب میکشد. در پی قتل وحشیانه رفیده بسیاری ها طلب کردند که حکم قتل را برای چنین جنایت ها برقرار کنند و به قاتل این کودک معصوم حکم قتل داده این حکم را در بین مردم اجرا کنند تا برای باقی پدافیل ها درس عبرت شود. نمایندگان جامعه شهروندی نیز بعد قتل رفیده در یک مراجعتنامه تحت عنوان ما جانبدار امنیت فرزندانمان برابران کشور خواستار شدید کردن جزا برای جنایت‌ها به ضد کودکان بخصوص جنایت‌های ضد دخل ناپذیری جنسی طفلان شدند. به این مراجعتنامه مجلس ملی پلات بالای پارلمان واکنش کرده و گفت رئیس مجلس ملی رستم امامعلی جریان تحقیق قضیه قتل این کودک را زیر نظارت خود گرفته است. مجلس ملی همچنین گفت حالا طرح تغییرات به کودکس جنایتی در دست بررسی قرار دارد که در آن شدیدتر کردن جزا برای جنایت‌های ضد کودکان پیش بینی شده است، ولی برای رفیده این همه گپ و کار این دنیا دیگر اهمیت ندارد. او بیگناه به رحمت حق پیوست و از این همه گردار در مزار مثل خودش کوچک آرامش پیدا کرده است.